بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فنتابع درسنا من كتاب حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين غفر الله له ولوالديه وللمسلمين. اینک ما درسای خود را به عون الله سبحانه و تعالی دوام میدهیم از کتاب حقوق دعت الیها الفطرة و قررتها الشریعه، یعنی آن حقوقی که به جانب این حقوق فطرتی سالم چیکار کرده است؟ دعوت کرده است. یعنی کدام انسانی که فطرتش تازه باشد باید همین حقایی که شیخ در اینجا ذکر میکنه حقوق دهگانه را فطرتی سالم قبول میکنه. مثلا یکی از همون حقوق گیریم برای مثال حق والدین است. همین کسی فطرتش تازه باشد به شریعت هم میگه که باید که والدین احترام کرده شود. و همچنین مثال درباره حق پیغمبر، حق الله سبحانه و تعالی. ولی و قررتها شریعه، اینها را شریعت آمد و چیکار کرد؟ اعتراف کرد و برقرار کرد. اینا را یعنی بیم رسمیشون کرد. اگر پیش از شریعت اینها هم تو طبیعت اینا را قبول میکرد ولی شریعت نامده که بود، اینا را میگفتن که فطری میگفتن. فهمیده؟ امروز که شریعت که اینا را برقرار کرده است با اینا چی شدن؟ رسمی شدن، یعنی قانونی شدن. اگر نه شریعت بسیار قانوناش نگاه کنید موافق به همون فطرتی سالم اومده است. اما بعضی قانونهای الهی که بعضی انسانها قبول نمیکنن، مثلا میگن برای چی زن همونجوش پوشیده میشن، بعضی بی عقل بی فرسته که در حکومتی کار میکنن با میگن برای چی زنها سطر پوشیده، لباس عربی پوشیده همونجوش محکم میکنن. این چی میگه؟ این آدم فطرتش ویرونه. این آدم یا که فطرتش با همون با برنامه‌های کمونیستی ویرون شده یا که با برنامه‌های یعنی که دموکراتی رسوا شده. اگر نه آدمی عقل و فراست دار پیش از اون که یعنی که اون زنی دیگر رو لچ بودنش تصور میکند، برهنه بودنش فکر میکنه، اول باید که فکر کنه که زنی من از جای وی باشد، دختری من، خواهری من باشد. اینا که مثال گیرم برای این کسایی که طبیعتشون ویرون است کمونیستا، اینها دختری خودش و دختری کس و زنی خودش و زنی کس یخله. برای همون طبیعتی ویها ویرون است، فطرتشون ویرون شده است. اگر نه فطرت تازه میبود دیگه تمام قانون الهی را. همچنین زنها برای چی میگود؟ زنی تاجیک مثال میگود که من راضی هستم که شوهرم رفته در روز زنا کند، فاحشه گردی کند، مهم زنی دویم سوم نگیرد شد بریم. انا بدبختی زنی تاجیک دیدن میگود که من راضی هستم که شوهرم رفته زنا میکند، دوزی میکند، اخیر میگرده میود اینی منع میگوید که من بلحجه مچایش گفتم. اگر نه این رسواترین زنه. فهمیده؟ این فطرت ویران شد. اما زنی که فطرت سالم هسته میگه که من به قانون الهی راضیم. الله گفته است که یک مرد اقل باید که دارای دو تا زن باشد، اما اگر نتونه دیگه یک تا باشد، مثلا و ثلاثه و ربع بودی است. برای مثال میگه که من به قانون الهی راضی هستم ولی چیکار کنم؟ میگه رشد دارم. این رشد طبیعی است. زنای پیغمبر بین یکدیگر رشد داشتن. نه. خب این کتابی که در دست داریم گفتیم حقوق دعت الیها الفطرة و قررتها الشریعه از آن شیخ علامه محمد بن صالح العثیمین الله سبحانه و تعالی این کسا و والدینشون و جمیع مسلمان ها رو مغفرت کرده باشه. شیخ عثیمین در ابتدای درس گفته بودیم در سال 1347 به دنیا آمده است، یعنی که تولد شده است. در سال 1421 وفات کرده است در سن چند سالگی؟ 74 سالگی. نه والله رحمتش کنه. از سنی که گویم وفات کرده است تا امسال که سال 1434 است، مدت وفاتشون چقدر شده است؟ 13 سال شده است. الله سبحانه و تعالی مغفرتش کرده باشد. و ما از گویم درس‌های شیخ که گویم از حقوق‌هایی که شیخ در اینجا ویها را ذکر کرده است، از همه مهمترین حقا را گذاشتیم که این یکم حق الله حق سبحانه و تعالی بود. بعد از آن در نوبت خود حق پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتیم
و سوم حق والدین گذاشتیم که این بعدی حق الله و پیغمبر یکم جا رو میستد. چخیلی که گفتیم آیت ها رو ذکر کردم که در ضمن حق الله حق پیغمبر صلی الله علیه وسلم داخل میشود که و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. بعد حق الله و پیغمبر حق والدین و حق فرزندها هم گذاشتیم و حق اقارب گذاشتیم. امروز باشد به عون الله سبحانه و تعالی حقوق یا که بگیم حق زوجین میگذاریم. این از همه از حقای مهم هسته، خصوصا برای کسانی که عائله دار هستند و خصوصا برای کسانی که آماده عائله دار شدن گرچند که نیابند در مصر. شیخ میفرماید الحق السادس حق الزوجین، یعنی حق ششم از حقوق دهگانه این حق زن و شوهر است. هم خلاص میفرماید للزواج آثار هامه و مقتضیات کبیره. میگوید که برای عائله دار شوی این اثرهای خیراهم اهمیت دارد، یعنی تأثیری بزرگ دارد. فهمیدید؟ آثاری بزرگ است، فایده های خوب است در عائله دار شوی. هم خلاص و در برابری با فایده هاش میگوید و مقتضیات کبیره، با درخواست و طلباتی کلان هم دارد. فهمیدید؟ و یک کس زن گرفته شد، بعد وقتی که زنش میگوید که برای من که کرچک در کن، بعد چشمش میده و کلام میشن میگوید چی کرچک در کن، و میگوید که برای من سبزی در کن، چی سبزی در کن. و وقتی همون خیالش که همون عائله دار که شدی همون زنه که با کرچکش و با پیاز و برنجش میگیره و این خیلی نمیشه. و همون بعدی توی موندگی هرچی موندگی همون زیادی کردگی ها بعد از یک ماه دو ماه با طلبات سر میشه. برای این شیخ میگوید که و مقتضیات کبیره، و دیگه چی احتیاج و طلباتی کلان دارد. زن گرفتن خیلی نیست که بیاد در یک کنج خانه چیکارش کنه در شکف مونی ایستاد و هم رنگی تو میخورد میپوشد و هاکذا. فهو رابطه بین الزوج و زوجته، یعنی ازدواج یا بگیم ازدواج این یک رابطه است که یک علاقه است که بین شوهر و زن. فهمیدید؟ همون وقت یعنی که رابطه می شود بین یک مرد و یک زن وقتی که بینشون زواج شرعی باشد. یلزم کل واحد منهما بحقوق للآخر. خب به هر کدام از این دو یعنی با زن هم و با شوهر هم لازم است چیکار کردن؟ رعایت کردن حقوق را نسبتی دیگره. یعنی زن بالای مرد، مرد بالای زن حقوق دارد که هر کدامی باید که این حقوق چیکار کند؟ بجا بیارد. حقوق بدنیه و حقوق اجتماعیه و حقوق مالیه. حقوقی که بین زن و شوهر هسته از چی عبارت می باشه؟ حقوق بدنی، یعنی حق بدنش ادا میکنه. یک آدم هست که مثال گیریم خصوصا صوفیا شب و روز در طاعت و عبادت هستن، فقط تا روزی تا بگی دوشنبه بگی جمعه نشود دیگه بدنش نزدیک نمیشود. همین خیلی بعد ممکن بیچاره زنک همون بیگه مونده شدگی باشد و روز سه شنبه خواهد چیکارش میکنه. یعنی دیده همین خیلی یک برنامه های خاص دارن که حقوق بدن برای خاطر همین است بسیار فاحشه روی میدهد از اون کسانی که حقوق بدنی زن چیکار میکنن؟ تامین نمیکنن، خصوصا صوفیان. و حقوق اجتماعیه با حقوق اجتماعی است، یعنی که مثال گیریم عائله دار شوی، خوراندن، پوشوندن و حقوق مالیه خیلی معلوم است. از شیخ همیشه میفهمه فیجب علی الزوجین ان یعاشر کل منهما الآخر بالمعروف. واجب است با زن و شوهر باید که هر کدامش نسبت یکدیگر چیکار کند؟ در اساس معروف، یعنی که طبق نشانداد شریعت چیکار کند؟ معاشرت کند، زندگی کند و حیات بسر گذراند یا که حیات اثر گذراند. و ان یبذل الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة من غير تكره لبذله ولا مماطلة. خب
این بعضی کلمه ها رو من اصلا گفتم میگذارم که برای اینا لغتش نویسند در کار است. چی میفرماید؟ و ان یبذل الحق الواجب له، هر کدام نسبت یکدیگرش چیکار کند؟ باید که حقی که بالاشند واجب است صرفه کند، یعنی بجا بیارد. بكل سماحت، سماحت گفته یعنی به تمامی آسانی، سهولت هم همون معنا میده. من غیر تکره، به یگون مجبوریت. فهمیدید؟ به یگون مجبوریت یعنی این خیلی که مثال گیریم زن خشتبارش بستری شوهرش بیارد بود که مثال گیریم این حقی منو بجا میبیاری، بعد خشتبار زنش چیکار کند؟ ترسیده حقوق زن بجا بیاره. یا که گویم این خیلی نشود که مثال گیریم مرد زنش چیکار کند؟ با عصا و با کارد و با تیر و تفنگ ترسوند زنش چیکار کند؟ تو باید حقی منو بجا بیاری. برای میشه گفته است بکل سماح، عطای دل، با آسانی، با اختیار خود باید هر یک کدوم من غیر تکره، به یگون مجبوریت، به یگون مثل ترساندنی باید هر یک کدش حقی دیگرش بجا بیارد. میگود در وقتی بجا آوردن حقوق میگود لبذله ولا مماطله، نه اسراف کاری شود و نه کشالدهی شود. کلمه مماطله گفتن یعنی کشالدهی، یعنی که من حال اطاعت نکردم. بعضی زنها اصلا میگوید که من در خانه پدرم آزاد زندگی میکردم، یگان کسی اطاعت همون که دختر ایرکه هستند میگوید که من در خانه پدرم میگوید یگان کسی اطاعت نمیکردم، حالی مو میگوید یگان 6 ماه 7 ماه گذرد یک فرزنددار شدم با من چیکار کنم؟ با اطاعت میکنم. بعد چیزی گفتی تو رو بجا میبرم، حالی من به حال خود. این میگم مماطله یعنی کشالدهی، نه کشالکاری. قال الله تعالی، الله تعالی میفرماید و عاشروهن بالمعروف، این خطاب به مردان است. شما میگوید با زنها معامله کنید بالمعروف در اساس قانون الهی. فهمیدید؟ و عاشروهن معناه ای عاملوهن، با زنها معامله کنید بالمعروف طبق نشان دادی شریعت. الآیه. و قال تعالی، الله تعالی میفرماید ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، و زنها هم میگود دارن، ولهن و زنها نیز دارن مثلی که بالای زنهاست طبق نشان داد شریعت. فهمیدید؟ یعنی همین چی خیلی که زنها مردها بالای زنها حقوق دارن موافق به نشان داد شریعت. لهن زنها هم دارن، یعنی که این ضمیرها اگر نصب میگه لهن اومده با علیهن اومده استفاده است. لهن یعنی زنها هم حقوق دارن، صاحب حقوق هستند. مثل الذی، مانند همون حقوقی که بالایشان هستی نسبتی شوهراشون بالمعروف طبق نشان داد شریعت. ولی الرجال علیهن درجه، یعنی خلاصه گفته شده است که زن و مرد بالای یکدیگر حقوق دارن، فقط میگوید للرجال علیهن درجه، مردها بالای زنها یک درجه یک زینه بلند. یعنی با یک وظیفه دارن که اون وظیفه رو زن به جا آوردن نمیتواند. بسیارم قوامه، راهبریت، بسیارم چیکار کردن، عقل نکاح در دست واسه، راهبر در دست مرد است و هاکذا دیگه، بیرون کار کردن و زن تامین کردن، اینا همه در دست مرد است. اگر وظیفه‌اش عوض شود میبینید که کاتاستروفی عائلوی میشود. خصوصا مثلا بعضی انسان هستند که چیکار میکنن؟ از سحر تا بیگاه در خانه میشنن، زنش در ساعت کار میکنن، در یک اونجا کار میکنن، اختلاط اند کار میکنن. این چیکار میکنن؟ بچه‌بان هستن، خرسند هستن. با زنش زنگ میزنن، میگه که زنک تا اومدن چی پزن، میگه با در کوفه دو سه چیز خود میپزود، لباس میشوید، زن در قد کوچیکار میکنه. این یعنی که البته این یک حیاتی کاتاستروف است. البته زنش اگه یک گوند فاسقتی دچار میشود، یک کاری بزرگ در عائله روی میدهد. بسیار مخی حادثه‌هاش دیگه. وقتی که زن وظیفه مرد گیرد، مرد وظیفه زن گیرد، کار همیشه میشه، کار بزرگ میشه. كما يجب على المرأة أن تبذل لزوجها ما يجب عليها ببذله. خیلی که بالای زن واجب است ان تبذل لزوجها، برای شوهرش صرفه بکند ما يجب عليها، چی که بالای همون زننده واجب است بذله، صرفه کردن او. ومتى قام كل واحد من الزوجين بما يجب عليه للآخر، کدام وقتی که بجا قامه، وقتی که بیاد دیگه دوام جمله رو بینید
چی میشه؟ در دوامش یک حرف جر میبید بی، اینه به معنای به جا آوردن میشه. کدام وقتی هر کدام از زن و شوهر به جا آورد آنچه را که بالایش واجب است نسبت یکدیگر، یعنی که نسبت یک شخص مقابلش، کانت حیاتهما سعیدتا، حیاتشون خوشبخت میشه. که وقتی که میگود حق زن مرد به جا بیارد، حق مرد زن به جا بیارد، میگود حیاتشون چی میشود؟ سعیده، یعنی که خوشبخت میشود، حیاتشون به خوشی میگذرد. و دامت العشرة بینهما، خب زندگی خرابت بینشون چی میشه؟ دوام دادن میگیرد. عشره معنی چیه؟ نزدیکی، قرابت. و این کان الامر بالعکس، اگر کار عکس شود چی؟ یعنی که مثال گیریم من حق تو رو به جا نمیبرم، تو خیل کردی، و یا حتی در بعضی حالت میشود که کمبودی میشود از طرف مرد و که از طرف زن، و مادامی که این کمبودی در رکنهای شریعت دخدار نباشه باید که چشم پوشی آدم هم خلاصه گذشت نکنی، اگر حیات نمیشه. زن یعنی 100% رنگ مرد آباد کردن نمیشه. زنک امروزی که الله تعالی آفریدهش کمبودی دارد، با هر یک دمند تو درمده نمک نداره، افقاطت این خیل شده است، خونه رفتگی نیست، گفته جنجال کردن گیری، من عشرت حیات دوام نمیدیم. مگم با هر روز یک زن حالش کنی. حصل الشقاق، اگر میگود حیات همین وظیفه ها میگو عکس من، همین گفتگو نصیحت و عکس من، حصل الشقاق، شقاق گفته یعنی کشمکشی ها روی میدهد، نظام همون معنا میدهد، بحث و نزاع روی میدهد. و تنکدت حیات کل منهما، تنکده گفته ناگوار میشود، تنکده یعنی یتنکد و تنکد به معنای ناگوار، ناخوش شدن. حیات هر کدامش میگود ناخوش میشود. ولقد جاءت النصوص الكثيرة بالوصية بالمرأة ومراعاة حالها، خیلی هم نص بسیار آمده است، یعنی که وقتی که شیخ نص ذکر میکند یعنی آیت و حدیث، دلیل از قرآن و حدیث خیلی هم بسیار آمده است نسبت اون که نسبت زن معامله خوب کردن و رعایت کردن حال و احوال زن، و ان کمال الحال من المحال، یعنی کمال حال از محال است. یعنی معنی چیه؟ یعنی حالت هر یک کس به کامل رسیدن این ناممکن است. کمال حال یعنی پر شدن حال یک کس این ناممکن است. هیچ ممکن نیست که میگوید که همین زنک به کمبودی باشه یا که مردک به کمبودی باشه، انسان است. برای میگوید که شیخ میفرماید کمال حال یعنی حالتی من که من 100% هم بگوید محال، ناممکنه. کلمه محال ناممکنه میگه، معناش فهمیده؟ کمال حال محال است میگه شیخ، یعنی به همین زبان تعبیر امروزی میگن 100% مرد شدن این میگود ناممکنه. چه خیلی که 100% زن شدن ناممکن است. هر یک انسان کمبودی دارد میگود. برای میفرماد که و ان کمال الحال من المحال. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، بنابراین پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین میفرماید استوصوا بالنساء خیرا، در حق زنها نیکی کنید. فهمیده؟ یعنی در حق زنها نیکی کنید. فإن المرأة خلقت من ضلع، چون که زن را از قبرغه آفریده شده است. قبرغه هم دیگه از هم کلاس در مصر کم بینید که قبرغه گوسفنده، اما در تاجیکستان بسیار دیگه است. خب چون که زن را آفریده شده است از قبرغه. و این اعوج ما فی الضلع اعلاه، همون قبرغه را از همه یعنی که کشترین قبرغه قسم بالاشه. همین قبرغه چقدر که بالا برآمدن گرفت، بالاش چقدر با کشتر میشود میگود. فهمیده؟ همونجا میگو زن آفریده شده است میگه. زن همونجا میگه. البته با گمان نکنید که از قبرغه گوسفند. من برای شناسایی گفتم مقصد که آدم است که قبرغه کم در کم ایشان دیگه، یعنی که اسکلتش برای من گفتم. اگر از قبرغه آدم آفریده شده است. فإن ذهبت تقيمه كسرت، اگر تو مبادا اینجا ذهبت به معنی رفتن نمیشه، به معنی قصد کردن میشه. اگر تو قصد کنی میگود انا همین قبرغه کج راش کردنی شوی، کسرت میشکنیش.
فهمیدید؟ اگر خواهی که همین قبرغی کج راست کنی و چی میشن؟ میشکند. و این ترکته و گوی که نه من نمیرسم کاردار نمیشم لم یزل اعوج تا مردن با همین کج میماند. فهمیدید؟ یعنی هم تو به حال خود مانیتش کجه. آخه چیزی کج معقولی آدم نیست که همه نه. اگر گوی که نه من 100% ریب راستش میکنم میشکند، اگر او را به حال خود گذارگه با کج میماند. بعد چیکار کردن نکن؟ فاستوصوا بالنساء معامله خوب کنید به زنان. یعنی که در دیگر روایت ها میفرماید که اینجا دومش هم بوده است به حال خوب کنید. و فی روایت در دیگر روایت چنین آمده است که ان المرأة خلقت من ضلع، هر آینه زن را آفریده شده است از قبرغه. ولن تستقیم لك على طریقه، به یگان راه برای تو شده راست نمیشد. ولن تستقیم لك على طریقه، یگون راه، یگون طریقه، یگون اسلوب نیست، یگون قالب نیست که زن در دور نیوی مونکی چی شد؟ راست شود. و قبرغی کجا میگوید فاین استعملت بها استمتعت بها. انا می کجیش اهمیت نداده چیکار کنی؟ استفاده بری او را، یعنی که نفست آرام کنی، از وی فرزنددار شوی، لباست شوید، خاشکی باشه، طعامت پختن گیرد، خانت مالت نگهداری کند، دیگر میبینی که فایده بردی ایستادی. و فیها عوج، نیکی اخوتر نبود که در وی کجی است. هزار برای تو دزمار زند کرتواتر، هزار خانت روبت طعام های با لذت پزد، لیکن اخوتر نبود که فیها عوج، در وی کجی های. و این ذهبت تقیمها، اگر ما با دوگوی که نه من اینه باید که همین چیکارش کنم راستش میکنم، اگر تو قصدی راست کردنی او شوی کسرت هم میشکنی او را. زنک چیکار قبرغه شکستنش همون شرق میگود میشکنه، اما زنک شکستنش چیکاره؟ پیغمبر میفرماد که و کسرها طلاقها، شکستن زن این طلاقه. یعنی که گویی که من همین هیچ معقول نیست همین کجی زن این آباد میکنم، گویی اگر یک راه طلاقش میتونی جونت هم خلاص میشه جونی هم، لیکن به طلاق کردن این آباد نمیشه. من در دیگه جو مثلا میفهمم شک نفهمونده شده است. در دیگه حدیث با اومده گفته میگوید که بعد چیکار کردن در کار است؟ فداری بها تعش بها. میگه فداری مدارا کن. معنی مدارا این که در بعضی حالات ها چشم پوشی میکنی، مجبوری تعش بها و زندگیت میگذاری. اگر حتی یعنی که بسیار سختگیری کنی، اگر فقط میشکنی اون قبرغی بیچاره شکستن هم چی میشه؟ طلاق میشه. بند نمیشه که خب هر روز گیره می کجه شکستنش گیم، هر روز یعنی از زن گرفتن نمیشه دکم خیلی. بعد چیکار کردن کار؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماد که چشم میپوشی. در بعضی کمبودی که به دین تعلق دار نیست، مثلا بی‌نمازی نکرده ایستاده یا که گویم بی ترتیب ترک حجاب نکرده ایستاده، در این حالتا فقط یه افات تا شور میپختن، اونای سوختگی میگرده، خیلی چیکارش میکنی؟ ایناش مجبوری چیکار کنی؟ نه چشم پوشی. با اگر بسیار افات معقول نیست، الحمدلله برادر آشکانه کشیده میروید در موجب به تشویش سر میخوری، نون سوختگیش خودش میخوره. هم خیلی و قال صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین میفرماید لا یفرق مؤمن مؤمنه. لا یفرق به معنای اساسا همین میشه دست تکوندن، یعنی مؤمن نسبت مؤمنه با دست نتکونه. معناش میشه که لا یبغض مؤمن مؤمنه، یعنی شخصی که مؤمن هسته زنش مؤمنه هسته زنی مؤمنش بد نبینه، من چشم دیدن نداره میره نگو. این کره منها خلقا رضی منها خلقا. اگر مبادا در همین زنی مؤمنش یگون اخلاقی ناپسندیده بیند که من معقول نیست که همین کاره نه دو افقاتی شور میپزه برای مثال یا که بینمنگ میپزه، باید که از زن دیگه خلقش دیده معقول کنند. خیلی همه خیلی از براش دیگه هست، خیلی یعنی که کاشمکشیاش دیگه من اشتراک کردیم بین همین برادرها. وقتی که امام اومده میگفت که من معقول نیست همین دو مفقوط بی‌مزه میپسند، خب دیگه خسارتای زنت دیگه کارهای بدش نکن برای من نوشتن گرم در دفتر. میگفت که نه فقط مفقوط بی‌مزه میپسند. خب گفتم لباسات در زمان رو میزنن ها،
خب فرزندات نگاه می‌کند دوزی نمی‌کند که حجاب می‌پوشد. یعنی صفاتای عادتاً همین زنی مؤمنه به جا می‌برد همش هست فقط یک تا. مثلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که مؤمن زنی مؤمنه چیکار نکند؟ تنقید نکند و را بد نبیند. اگر این کره منها خلقا اگر از زنش یک تا اخلاق بد بیند آخر دیگر اخلاقش هم باید که راضی باشد. برای خود یک کاری ناپسندیدش همه کاراش از خاطر برآورده نمیشه. این خصلتی زن ها اساسا. در دیگه حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که اگر این زن همین طبیعتش اگر 99 نیکی کنی صدومش اگر یک کاری ناخوش باشد اگر چیکارش میکنه تمام 99 تا از خاطر میبره. ما مردم باید خیلی نباشیم. زنه که همه قدر خدمتش میکنی این میکنی و میکنی اگر پگه ما باید یک روز بیاد بود که مثلا در برابر 99 نیکی کرده بود که ممکنه من خونی اپم یک توی زنکار جه میگه گوار بندون مرا مایلش نمکنه سرت اونجا بدعت پروفته. نه تو دای منو میخریزی خواهرای خودش من میروی اونی هم بکش شد رفتی بعد سر میکنه. دیده 99 نیکیتون همش در پیش چشمش نمیتواد. میه خانه اپش نمونده تاش گوار بندون رفتن اینا با چی میگن گوار بخش و گوار بندون هم خیلی سر. خلاص همین. باید که دیگه خلق چیکار کنی ناز بینی. و معنی لا یفرق لا یبغض گفت است شیخ خلاص. یعنی معنی لا یفرق یعنی که بد نبینه. ففي هذه الاحاديث احاديث که جمع شکسته برای هذه امور است. فهمیدید نه؟ خب اگر حدیث خودش مذکره. ففي هذه الأحاديث إرشاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمته كيف يعامل الرجل المرأة. در این حدیث ها اگر نگاه کنید راهنمایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. امتی خدا چیکار کرده است؟ راهنمایی کرده است، راه نشان داده است چه خیلی مرد باید که با زن معامله کنند و انه ينبغي ان يأخذ منها ما تيسر. یعنی راهنمایی میکنند برای مردان که مرد باید که از زن بگیرد چیزی که از دستش میباید. فهمیدید؟ همین از دست یعنی که از دست یعنی از زن چی میتونه گرفتن؟ یعنی خودت سبو کردن تا نسادی هم میتونن. خب همین افخات و نغز گندت پخته شده هم میتونن. دستمزد لباس تشخیصی هم میتونه. اما چی میبود بری تو میخوای که لباس همه خیشویت که چه خیلی که هم مگزین گرفتیش همه خیشن نمیشه. پیغمبر اساسا یعنی ارشاد پیغمبر دلالت میکند که ینبغی باید که مرد ان یأخذ منها از زن بگیرد ما تیسر چیزی که الله میسرش کرده. همین خیلی لأن طبیعتها التي منها خلقت الا تكون على الوجه الكامل. نگاه کنید چون که زن اون طبیعتی که الله سبحانه و تعالی در وجودی و آفریدگی است لا تكون على الوجه الكامل هیچ وقت به یک طرز کامل نیست. طبیعت زن خودش ناکامل میگوید. فهمیدید؟ بل لابد فيها من عواج بلکه نه فقط ناکامل یعنی ناپرک و با یک جایی به مثال گیریم نه همین استکان 100% لیکن از جهتی آب گیریم ناپره. فهمیدید؟ این دردی بخیر است. مثلا مردان همین با مانند همین جام با مانند این استکانی که مثال گیریم میشود که آبش پره آبش کمه. مردم هم خیلی میشود 100% میشود آب فایزش کم میشود اما کجی ندارد این استکان خیلی. زن در برابر ناکامل بودنش این مانند استکانی که کمه دستاش کجا جایی که آب مینوشید مثلا بوری نازک یک چیزای جای نخشم دارد. یعنی که زن از دو جهت یعنی که کمبودی داره یا که ناکامل است و در برابر ناکاملش باشه کجه. اما مرد کج نیست و ناکامل شدنش ممکن است. شیخ میفرماید که یعنی بل لابد فیها من عوج بلکه در برابر ناکامل بودن زن با در وجه کجه. انا مشکلی دیده. خب ولا يمكن ان يستمتع بها الرجل الا على الطبيعه التي خلقت عليها. دیده هیچ ممکن نیست که از زن بهره برد مرد فایده بردن نمیتواند مگر به همون طبیعتی که به همون طبیعت زن آفریده شده است. به دغلی به زدن و به مثال ترسوندن و
فهمیده؟ به این هیچ کار نمیشه، محبت به این نمیشه. زنک یک طبیعتش نازک هسته. زنک یعنی که چخلی که میگویند در تعبیر خودمون که مثال گیریم و دستمال قطع چی میشه؟ رام میشود. زنک بسیار با سخنهای خوب چی میشه؟ داده میشود. انا میخوام. اما متاسفانه بعضی کسا رو میبینید مثال گیریم اما خیلی شو دیگه حالتون میشود. یک مغازه میرن یک چی خریدن، یک زنی بیگانه اعوذ بالله در اونجا و شما معامله خوب و مثال گیریم پجاوز گفته سپاسیبا، زنی بیچارهش از سحر تا شب خدمتش میکنه، یک مرتبه جزاک الله خیر نمیگوتش. یک زنی بیگانه چیکار کرده است؟ یک سومکش یک چیزش حتی هم پاسپورت رو تفتیش میکنه میگذاره، زنک باشه چیکار میکنه؟ سپاسیبا میگوده. شو یعنی رحمتش میگه. زنی خودش اما خیلی نمیگه. اما خیلی انسان هست. دقیق درست نمیگه. با میگه که ممکنه من زنی دویم گیرم. خب چی سببه؟ میگه که من زنم در اسلام قناعت است. این نادرسته. انسان هایی که زنی دویم میگیره و زنی سوم میگیره نباید که زنی یکی دو رو تنقید کنه. اگر زنی یکم واقعا اگر بی ترتیب باشد باید که تو اول جدا شوی. اول جدا شوی. نه دول بیچاره زندارا مشکل ندارند روی نکاح‌های تاجیکستان. وفي هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان أن يقارن بين المحاسن والمساوي في المرأة. نگاه کنید در این حدیث ها برمی آید که برای انسان لازم بوده است که نزدیک کند بین نیکی و بدی ها را در زن. یعنی نیکی و بدی های زن باید که مقارنه کردن نکنه. فقط در چشم تو باید که بدی های زن نتابد، باید که نزدیک کرده شود در زن نیکی هاشو و بدی هاش. فانه اذا کره منها خلقا، اگر ما بود از زنش یگون اخلاقی ناپسندیده، یگون اخلاقش معقولش نشود، فلیقارنه بالخلق الثانی، در قوتی او در پهلوی او دیگه اخلاقی خوبش آورده نزدیک کند و ذکر کند. الذي يرضاه منها، همه خیلی اخلاقش باید بیار که همون پسندیده تو میشه. ولا ينظر اليها بمنظار السخط والكراهيه وحده، نباید که میگو با یک منظار گفتم اساسا وین میگون عینک نمیگویم، عینک منظار یعنی که منظار به معنی عینک نیست در اینجا اساسا، اینجا به معنی نظر میشه. نباید که میگو به نظر غضب و به نظر بدبینی وزن چیکار کند؟ نگاه کند. بعضی انسان دائم همین فقط به نظر قباحت و به نظر بد وزن نگاه میکند. با دیگه چی دیگر نظرم کردن در کار. و این کثیرا من الازواج یریدون الحالة الكاملة من زوجاتهم. شیخ حسین ماشاءالله بسیار حقیقتا سخنای خوب دارن. میگوید که بسیار مردان هستن، یعنی بسیار شوهرها هستن که میخواهند فقط حالتی 100% را از زنهاشون، یعنی حالتی کامل میخواهند. اینکه من میخوام یک زنی باشد که حافظ قرآن باشد، همین شنگم شیند، خزگم خزد، افخاد تیاره، همین دائم در خدمت میماند، یعنی رنگ رابط باشد. میگوید شیخ موسی که کثیر من الناس، همین بسیار مردا هستن. و هذا شیء غیر ممکن، این چیزی ناممکن است. این ممکن یابی فقط در جنت، فقط در جنت خزانه میابی. خب و بذلك یقعون فی النکد، برای خاطر همین شده این مردها اپشتی، یعنی که یک چیزی رو طلب میکنن که وای ناممکن است، واقع میشوند در ناگواری، در پرابلم، در جنجال و در ناخوشی ها میافتند. نکد هم گفتیم که تنکده، ناگوار و ناخوش. ولا یتمکنون من الاستمتاع، یعنی هیچ امکانیت نمییابند اپشتی همین کارشان از زن فایده طلب کردن و متعت و چیکار کردن لذت بردن نمیتوانند بی زوجاتهم، از زنهاشون. فهمید؟ از زنشون لذت بردن نمیتوانند، زیرا که اینها از زن یک چیز درخواست کرده ایستادن که و از طاقت زن چه بالا هسته. و ربما ادى ذلك الى الطلاق، بسیار حالتا میشد که این کارشون به طلاق میآورد.
بسیار حالتون میشد که امی کارشون امی طلبی غیر ناممکن و اینها رو برده به طلاق میبرد که ما اکثر المطلقات. نعم. كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، چنانه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماد که و ان ذهبت تقیمها، اگر مبادا تو مقصدت او را راست کردنی باشد، کسرتها تو را میشکنی و کسرها طلاقها، شکستنی او طلاق او مشود. تخریج این حدیث بوده. فهمیدید؟ فینبغی للزوج ان یتساهل و یتغاضى عن كل ما تفعله الزوجه. بارک الله فیه. ماشاءالله گم بزن شه. میگوید که باید که شوهر چیکار کند؟ یعنی که بی پرواگی کند و یتغاضى، چشم پوشی کند. یتغاضى گفتن چشم پوشیده که چشم پوشی کند. میگوید از تمام کارهایی که زن میکند، اذا كان لا يخل بالدين او الشرف، بشرطی که اون کم و کم بودش در دین یکو خلل نآورد و در ناموس و در شان شریف تو چی خلل آور نباشد. اون کم و کم بوده که در دون خونه میکند، چرکی نسین، نمیروبت، این است اون است، اینا رو مجبوری چیکار کنی؟ تساهل کنی. یعنی که مثلا احمد والله همه خیلی هستن. یکو انسان این است که گود که خونش مثال گریم به کمبودی باشد. یا همه یک کمبودی داره. سبحان الله. و من حقوق الزوجة على زوجها، و بعضی از حقای زن بالای شوهرش. و بعضی شیخ ذکر می‌کنه حقای زن، بعضی حقوق زن بالای شوهرش از آن عبارت است که ان یقوم بواجب نفقتها، یعنی که واجبایی که در عهده مرد هسته باید که بجا بیارد. مثلا نفقتها، او را تأمین کردن. من الطعامی، در تأمین چیز داخل می شود؟ خوراندن و شرابی، نوشاندن و الکسوتی، پوشانیدن لباس و المسکن، و جای استقامت، جای زندگی و توابع ذالک، و هر چیزی که با تابعی چه زندگی هستن. خیلی معنا نداره که مثال گیریم بیاد در یک خونی خالی پرتاده بعد که خودت میدونی چیکار. یعنی توابع گفته منه وقتی که خانه است که گرفتی باید که لوازمات خانه برای او مهیا کنی. همین خلاصه در دور پیغمبر ماشین که نبود بگو بعضی. سبحان الله. خود در دور پیغمبر مثال گیریم مرسدس هم نبود. نخواد تو در قد کوچی مرسدس هک کنی با خونه بزنی بیچاره گویی که و ماشین که در دور پیغمبر همه به دست جمع شویی میکردن، لباسشویی میکردن. گویی ممکن نیست. خودش در قد کوچه یعنی که وسایل نقلیات سوار میشد و میگردد، این نده هیچ گم نمیزند. وقتی خانه اومد زنی بیچاره میگه که من موشیکی گرم مایل است، میگه خیلی دستام خیلی چیزا که میکتند بیرون شده سودن، میگه امیر حسن برافتی سود. بعد چی میگه ممکن نیست، میگه زنای پیغمبر رنگی تو بدن نمیشه راستی گفت. و این میگه توابعات خانه را باید تامین کردن. بارک الله فیکم. لقوله تعالی، بنابر قول الله تعالی میفرماد که وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وعلى المولود له من معناش چه اینه؟ ما پیش میگیم این چی معنی میتونه؟ مولود له گفته پدر میگوید. وعلى المولود له، و لازم است بالای پدر. یعنی مولود گفته کودک نمیگوین، کودک نو تولد شده است. کودک از کی تولد میشه؟ از زن تولد میشه. برای کی؟ لهو، برای مرد. برای میگه که انا همون صاحب فرزند بالاشند واجب است رزقهن، زنها را خوراندن و پوشوندن. حالا این اصلا در وقتی صحبت درباره طلاق رفته است در اینجا. وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی بالای مردان که صاحب فرزند اینها هستند خوراندن زنها، پوشاندن زنها طبق نشان داد شریعت لازم و واجب و حتمی است. و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف، یعنی وای زنها بالای شما حق دارند که شما و یارا رزق روزشون رو تامین کنید، خوراندید و چیکار کنید و پوشاندنی و اینها بالمعروف طبق نشان دادی شریعت. حدیث مسلم روایت می‌کنه. و سئل ما حق زوجة احدنا علیه. خب پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند، گفتند که هر کدومی از ما
بالاشان حق زنش از چی عبارت است؟ یعنی هر کدامی از ما مردان میگود یعنی حق زن بالای او از چی عبارت است؟ یعنی که حق زن چیه؟ از چی عبارت؟ چیکار کردن نکارم؟ ان تطعمها اذا طعمت، وقتی که خورد، وقتی که خوردنی شوی و هم میخورانی، یعنی که چی خیلی میخوری باید که تو خورانی. و تکسوها اذا اکتسیت، وقتی که خودت که میپوشی برای او هم لباس پوشون. هر مثال گیریم هر ماه برای خودت چخلی که مدل های نو میخری برای زنم یعنی تامینش کن. خب ولا تضرب الوجه، در روش نزن، مثلا جنجال میشود اما زدنی شوی با مبادا در روش نزن که از همه یعنی که اساسا زن خودش نازک است و تمام عضو انسان زیباترین عضو است، اما رو باشه از دیگر عضوها رو دیده از همه زیباترین و نمایانترین عضو که است در روش نزن که و پگه مثال گیریم همسایه میبید پگه فرزندان میبینند او را، یعنی که یک جای نمایان است و از همه زیباترین عضوی که الله تعالی آفریده این رو هست. ولا تقبح، لا تقبح اصلا این دعا هست در تاجیکا هم هست، در عربا اساسا هست. لا تقبح معناش اینه که یعنی دعا کردن نگو که قبح الله وجهه، روت خنک کنه الله میگو که نه قبح الله وجهك نگو، وقتی که یگون جنجال میکنی نگو که الله تعالی تو را خنک، تو خنک رو یعنی خیلی گفته مثال گیریم گپای قباحت نزن. ولا تهجر، او را پرتافتن نرو، هجرت یعنی که او را پرتافتن نرو الا فی المبیت، مگر در جای خواب. بعضی انسان ها میگوید که من موافق با گفتی الله این در قرآن هم آمده است همین. بعضی کسا میگوید که من زنم گپ نگرفت، میگوید من چیکار کردم او را پرتافتم و خانه برادرها رفتم گشتم، میگوید که با خود بیارید خدا داد، میگوید که خانه دفش، میگوید نه این مسئولیت نیست و بی ترتیب میسازن و اینا الله تعالی در قرآن گفته است که یعنی که جاگاشون و جاگاشون پرداخته در برمت دفش هم نگفته و همون جایی که خام بریوی همون کاملت تا چیکارش میکنی؟ علیش میکنی دیگه هر جا در دیگه خونه خام میکنی. با این قدر فقه با خیلی میفهمند پوش میگردن خامری و ببینی که گفته تاجیکا آدم نشود اون میخیزی با دیگه خانه میگذاری بعد آخرون اتفاقش چیه؟ بعد لطش میکنی با هوی هم با شاید گفتن که خیلی هم خیلی روزی که میتونم اصلا گلی یا برای زمان نگرفتی باشی نه برای وضعیت مثل بیزه بشه گرفتیم باید انا اگه نه انا بعضی کسا زده یعنی که گفته مرد نو میزند ممکن است اما باید که سنگ نشود خانش نشکند غیر مبارک نمیخواد. اول شاید نقد کردن گفتن که مثال گیرم همون یک چیز میگیرین نوگیش چیزه همون کتفش هم تیلش میکنه با من گفتم سبحان الله من خیلی باشه که قریب ما هر روز نمیزنه یعنی هم خیلی گفتن که کتفش می دست خودم کمتر تیلش میتی که مثلا تو کی آدم میشه گفته کی تو مثلا در ترتیب میگه اندک تیلش میتی همین برازیل میزنه این خیلی گفتم باشه که سبحان الله این فوکس قریب هم میتوجی و جا میبره برای مثال نه رواه ابو داود حدیث ابو داود روایت میکنه خیلی اسنادای این حدیثی که شخصی میگه بعضی ضعیف هستن غیر از خیلی بخاری مسلم و من حقوق الزوجه على زوجها لم تمام نشده است و دیگه از همون حقوق زن بالای که حقوق زن بالای شوهرش از اون عبارت است که ان يعدل بینها و بین جارتها باید عدالت کند بین او بین همسایه‌اش این همسایه بیگانه نگفته است یعنی که اگر موضوع دو تا زن باشد باید بینشون چیکار کند عدالت کند این کان له زوجه ثانیه گفته است که اگر موضوع زنی دویم داشتگی باشد که یعدل بینهما عدالت کند در بینشان فی الانفاق در نفقه و سکنه در جای استقامت برای خودش یک چی خانه لایه میگیره برای یک دیگه یک چیز از شهر میبرده همین چی شرایط اساس در شهر با اون زنی بیچاره در پیش گم کلا میپرته باید که عدالت کنند والمبیت در جای خوابم باید که عدالت کنند اما این عدالت در محبت داخل نیست خیلی که در قرآن هم اومده است اینه در حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه محبت یعنی که کدوم زن بسیار دوست دارد دوست داشتن حق دارد دوست داشتن اما نغزای برای تو گنده های باید که در وقت نوبت رفته چیکار کنی اشتراک کنی در نوبت گذرانی و کل ما یمکنه العدل
فیه و تمام چیزی که دستش میبود یعنی که قابل عدالت هست باید که عدالت کرده شود. اکنون در نفقه یک چیز باید قید کردن در کار است. اون معنا ندارد که برای یک زن مثلا میگوید که منم دکتر گفته است که مثلا گفته است که فقط مکرون میخوریم دیگه چیزا پرهیز میکنیم و برای یک زن فقط مکرون میبره از زن دیگه چیکار میکنیم بریم مکرون میبریم میگوید که من عدالت شوم و بیچاره هیچ خوردن نمیتونه فقط مکرون را اجازه دادن که مثلا گرفت ارگانیسم خوب شود گفته. برای همین من نمیتونم که مثلا بکنم بری تو برای اینجا آوردن نمیتونم ممکن نیست موافق به طلبش میخورانی وره. خب فإن الميل إلى إحداهما كبيرة من الكبائر یعنی میل به یکی از اینها کردن این گناه از گناهان کبیره است. در پیش یک کسی یک هفته میرسید با میره پیش یک کسی خودش نشون میده گوجان بودی بعد دروغ گویی سر میشود. خصوصا اون کسانی که رشتی زن گرفته زنی دویم گرفتگند بعد چخیل شیخ ما گفتن که مثلا یکم میپرسن عین کن در کجا بودی؟ من میگم تو جامعه در جامعه بودم امتحانات سر شدگان. وقتی این چخیل جامعه که شب میگذرونی چخیل جامعهش یعنی که شب کورس بودن یعنی که دروغ میشن فهمیدید. برای همون یعنی که میل به یک کردن یک جانبه مثل گریم میل کردن این گناه از گناهان کبیره است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید من كانت له امرأتان کسی دو تا زن دارد فمال الى احداهما به طرف یک تاش کشال شود یعنی که در چی در مسکن و در جای خواب و در نفقه اما در محبت نیست. چون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن گفتن که از همه محبوب ترین یعنی که شخص کس برای شما کسی گفت که عایشه گفتن فهمیدید اما قد زنی بسیار داشتن گفتن عایشه گفتن نه ما مردا رو در نظر گفتن که ابوها هم خلاص. خب با بعضی اصرار رفتم سر خونه نگفتم. خب مسئول نگیم کسی دو تا زن دارد چیکار نکنن؟ بعد یکی از اون دو میل کنه دیگر جاء یوم القیامت و شقه مایل یعنی در روز قیامت میاد که یک طرفش مایل است یعنی یک طرفش به بعضی روایات میگه که یک طرفش یعنی بیگوشت است چون یعنی گناه میگه. حدیث صحیح است ابو داوود و ترمذی روایت میکنه. حدیث شیخ البانی و صحیحش گفتیم دیدیم مدینه. و اما ما لا يمكنه ان يعدل فيه كالمحبه وراحه النفس فانه لا اثم عليه فيه. اما اون چیزی که هیچ ممکن نیست در وی عدالت کردن با مانند محبت و راحت نفس بعض انسان هست که در یک زن بسیار راحتی صح می‌بیند و در دیگه زن این راحت ها رو دیده نمیتواند این انده گناهکار نمیشه. این انده چی؟ گناهکار نمیشه. لأن هذا بغیر استطاعت این در یعنی از قدرت و توانایی او بالا است یعنی تحت توانایی او نمی باشد. الله تعالی می فرماید که ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم شما نمی توانید چیکار کردن بین زنها برابری یعنی عدالت کنید گرچند که شما تمامی کوششتان صرف کنید در این ولو حرصتم به معنی ولو اجتهدتم فی ذلك در این تمام اجتهاد کنید که نمیشود که همشه این درباره محبت رفته است. و کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقسم بین نسائه رضی الله عنهن فیعدل و یقول پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عادتا میان زنهای خود تقسیم میکرد و میدید الله عزمش راضی باشد و عدالت میکرد و میگفت که اللهم هذا قسمی فيما املك میگفت که ای پروردگار من این تقسیم من از چقدر که میتوانم یعنی این میتوانم کردن خونی یک چند یک بیگه و خونی میشنده یا که خوراندن میاره پوشاندن این در زیر ملک من هسته. فلا تلمنی فيما تملك ولا املك نگاه کنید فلا تلمنی فيما تملك ولا املك مرا سرزنش و ملامت نکن ای پروردگار در چیزی که تو مالک هستی و من مالک شده نمیتوانم. امیدید معنیش چیه؟ یعنی این محبت این کاری تو هست این در دستی تو هست این من مالک شده نمیتوانم محبت تو خودت میدهی
برای این چیزی که تو خودت میدهی من یک زن از دیگه زن هم بیشتر نقض میبینم، برای این تو من ملامت نکن. فهمیدی؟ ولی املیک آخه این من نمیتونم، من مالک این نیستم. فهمیدی نه مناش انشاءالله. خب ولكن لو فضل احداهما على الاخرى في المبيت برضاها فلا باس. این بود یا سبکی جاهای با جای سبکش هم هست. میگه که ولی اگر یکی از این دو را نسبت دیگر برتر داند در چی؟ در جای خواب، در خوابگاه برای زوجی خودش بوکی ندارد. مثال گیریم زن که مثال که شد به قدر مثال گیریم اقنامی فورتشکی خصوصا با فرزندهای 20 کلون داشته بسیار داشته باشد که هر سحر یعنی که سری مردک تر حموم برموده اقنامی فورت زنک شر میدارد یعنی که گویم خواهشاتش سوس شده ضعیف شده. برخی زنی به عقل چیکار میکند؟ من میگم که مردک میگود خیلی میگم عالی گرفتی که تو اما یاشتر میگود می یک روز میجی بیاد می 2 روز 3 روز 10 روز گشت بیاد من روزی میگم با این بشود زنی خوشبختی نقص. و میدید در بعضی انسان بعضی کمپیرای یعنی که نه کمپیر شده که بیچاره بس سختگیری میکنه لیکن نه مثلا گریم تامینی ناز کردن میتونه شوارش مثلا نه سیر کردن میتونه به اون معنی بگیم با هم یک سختگیری میکنه میسن. یعنی دیده شیخ میفرماید که مبادا اگر یک زنش نسبتی دیگرش برتر انجام دهد خدمتش یا حقش در وقت خواب کردن برای زوجی و زن یکم انا داره زن یکم فوق فلا باس به که ندارد. كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة حين وهبته سودة لعائشة. من چخلی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم تقسیم میکرد برای عایشه روزش، یعنی که روز عایشه رو در خونه عایشه میگذارن و روزی سوده هم که می اومد وقتی که سوده بخشیدگی بود برای عایشه. یعنی که سوده رو پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم برای خاطر سن سالش کلام بودن چخلی شد که خواستن که جدا شوند. سن سالش کلام بود. بعد گفت که یا رسول الله من نمیخوام که شما منو طلاق کنید ولی همون روزی که نوبت من میشود من نوبت من برای عایشه میتونم. یعنی که از وظیفه در روز قیامت از آنهای پیغمبر میخزه داخل. فهمیده؟ انا بعد چیکار کرد؟ نوبتش برای عایشه روزی که خونی عایشه می اومدن بجای یک روز ایستادن 2 روز می ایستادن، یک روز اشواتی هم خودشه یک اشواتی سمدن. این اجازت است رضی الله عنه. زنی به عقل هم خیلی میشن. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل وهو في مرضه الذي مات فيه. نگاه کنید درباره ضرور بدونی تقسیمات وای میکنه شیخ دلیل میاره. پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حتی در وقت بیماریش که در این بیماری مرده بود، یعنی از پشت همین بیماری دیگه صحت نشده وفات کرد، صلی الله علیه و آله و سلم میپرسید که این انا غدا. نگاه کنید یکمش که در وقت بیماریش حتی خونه‌های زنهاش تقسیم ضرور بودنش میبردن، لیکن یک جای نازکش بینید که از بس که عایشه بسیار که نقض میدید میخواستن که آخرون نفساشون در خانه عایشه باشن. میگفتن که من پگه در خانه کی میشده باشم، یعنی که نوبت‌ها رو حساب میکنن که کی نوبتی عایشه میبرد. میگفتن فهمیده؟ این انا غدا من پگه در کجا میباشم، خانه کینده میباشم. این انا غدا یعنی تکرار به تکرار میپرسن. بعد دیدن که زنهاشون دیدن که مثلا گیریم همین فقط عایشه رو در نظر دارد و انصاف کرده چیکار کردن؟ گفتن که فاذین له ازواجه یا که فاذین له ازواج، زناشون برای پیغمبر اجازه دادن ان یکون حیث شاء، یعنی خودتون دلتون گوشه میکشه در همونجا باشه دیگه، یعنی که آدمی که سر نمیگه ناراحت نکنیم. گفته فكان في بيت عائشه حتى مات و رفته در همون خانه عایشه ماندن تا وفات کردن. فهمیدید؟ اما حقوق الزوج على زوجته فهي اعظم من حقوقها عليه. یعنی که حقی مرد سر میشه قامت کمتر روز کردن. ها تو حالا این حقی زنا بود آخی و هم آسون نیست برادر. کسی که ندوند این حقی زنم خیلی وزمین است و زن گرفتن یک طرف با حقوق
یک طرف دیگه. اما میفرماید شیخ حق شوهر بالای زنش این از همه بزرگترین حقا هست. از همه بزرگترین. زن بسیار حق داره بدون فرزنداش حق داره، یعنی که در پیش والدین خودش هم والدین شوهرش حق بسیار داره زن. لیکن از همه حقوق بعد حق الله این قید کردن که بعد حق الله و پیغمبر از همه بزرگترین حق دیگه حق والدین نداره زن. این حق شوهرش میباشه. لقوله تعالی بنابر قول الله تعالی ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. زنها بله حق دارن مثل که بالایشان چیم؟ حق شوهراشون هست طبق نشان داد شریعت. ولی رجال علیهن درجه. با مردها بالای زنها یک درجه حقی برتری دارن. و الرجل قوام علی المرأة. مرد راهبر است، خوجهین است بالای زن. یقوم بمصالحها و تأدیبها و توجیهها. انا همون مرد است که بجا می آورد تمام صلاحیت زن را، یعنی در زن چی که در کاره در کارش تعمیم میکردگی مرد است. و تأدیبها ادب زن می آموزندگی چی؟ مرد است. و راهنمایی میکردگی سیاه سفید چی بودن درست نادرست بودن مرد است. برای مرد برای خاطر که زن گیرد از دستش مصالح زن تامین کردن بیاید، آداب آموختن زن از دستش بیاید و راهنمایی کردن زن از دستش بیاد، اول باید خودش اینا رو یاد گیرد. خیلی شیخ میگه سبحان الله شکلی که شیخ نقل میکنن میگن که به طریقی میگم محرم ها میگم من میفهمم که بسیار برادران ناحق دارن در حق زناشون میکنن. من هم میخوام که اول میتونم شیخ کجا میفهمم چی داره. بعد از که آیله ما هم که در کم بیش درس میدن میگه که بیچاره مسکینا خصوصا تاجیکای خودمون میگم که خیلی خصوصا تاجیکا نه تاجیکای ما میگه همین قدر بیچاره زنا بی سواد همین قدر در سویه علمش خیلی هم کم است که مثلا خیلی میخلصه این جای های باشه همین خیلی اولیده زنی آباد انا قیافتیم در تاجیکستان همین تربیت کردن والدین. برای همین باید برای ما تاجیکا خصوصا یک درس بود که آینده دختران مؤخر نشوند. اگه زنان ما خرچی که الله نصیب کرد گرفتیم فهمیدیم. زنها باید که چی باشن تربیت دار باشن و خوابانه میخوان. این مرد میکنن میگه شیخ. كما قال تعالى خليك الله تعالى میفرماید که الرجال قوامون على النساء. القوام هو الذي يقوم على الشيء. قوام گفتن اون کسی میگه که یک کار به جا آوردن به عهده گرفتگی، یعنی در عهده وی هست. فهمیدید؟ یعنی یک چیز اصلاح کردن انده، یک چیز رعایت کردن، یک چیز حمایت کردن انده، این کاری مرد میگه الله تعالی. الرجال قوامون على النساء. وظیفه ها یعنی زن تعمیم میکردگی همه جانبه حمایت میکردگی مردان هستند. فضل الله بما فضل الله بعضهم على بعض. این به سبب آن است که بعضی کسا را الله تعالی نسبت بعضی دیگر برتری دادگی است. و بما انفقوا على من اموالهم. و به سبب آنکه با مردها با یک برتری دیگر دارن که از مال خودشان برای زنشان چیکار میکنن صرف میکنن، یگان چیز دریغ نمیدارن. فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه في أمره إلا بمعصيته. چی گفتیم؟ و دیگر از حقای که حقوق شوهر بالای زن از آن عبارت است که أن تطيعه في أمره، یعنی باید شوهرش اطاعت کند در امر شوهرش. یعنی وقتی که شوهرش امرش میکند همین کارو کنه باید که اطاعت کند الا بمعصیت الله، مگر اگر فرمان مرد بین آمیخته به چی باشه؟ معصیت باشه. مثلا میگه که برای من یک سیگار بیار زنک را نمیبرم، میگه را برای من نوش بیار نمیبرم، میگه را میگه مهمانام اومدن برای خدمت کنن پیششون، میگه اینا چی میگه؟ خیلی مردای میگه خودش در اون برام دیسه. بعضی مردای نامرد هستن، مردای رنگ خودش احمقا رو میبره، بعضا میگه که بیا خدمت کن بیا اینجا ولی باشه زیبا پوش میگه. این دایوست مردا هم نمیخواد. باید زنک اطاعتش نکند. و ان تحفظه، یا زن والله یک زن نمیگم جوشه از طرفای مردمی همون دوشنبه، لیکن در خجان شوهرش بلیسه شده کار میکنه. همین جنده زن میگه که
شما یه فلانی فلان گفتم ما حساب تینجا که همین من بیزارم کردم میگه یارو دوستش میبردم خیلی با عرق خوری من تا 12 شب نماز حتی بیازه مونده میشم نماز خفتن نمیخونه که من مردم طرف کلاب دیگه من مردم زنش نماز خونه بو میگه که من نماز خوندن نتونستم از کسافتی های میگه با همین دیگه تبخشوری با اما عرق خوری های آواره میگه این خیزن خیلی کم در کم انسان است گو شاور میگه که من چیکار کنم میگه با همه خیلی حقارتای قباحت میکنه اول در پیش یار دوستش تحقیر میکنن وقتی میبرن بو مس میشن میگه چیکار کنم میگه با هجوم میکنه میزنه اما سکوارتر میگیری میزنه در بغل روش و میشه و بیچاره یارو میزنه تاش من سازا گفت که اکرم ملو میگه زده باش دیگه بیزارم کرد میگه همه خیلی مسخره میکنن نماز میخونن بیرون رو دیگه هم زدمش بعد نتیجه چیه ترسیدم گفتم کارش بیزنده شد نتیجهش اینه که همین خیلی ناز شد که میگه جزاک الله خیرا به نهایت خوب شد میگه که همین میبینن عذر معنی میپرسن دیگه همین خیلی انسان است والله نعم وان تحفظه في سره و ماله باید که زن شوهرش محافظت کنه در سرش و در مالش یعنی سری شوهرش قدی گوشونه بگه همسایه رو بگه این همسایهش میگه چی میگه که همسایه زنه با هیچ کاری هم نمیزنه شوهری من امروز میگه اون خیلی کرد افراد از زباده یک گنراتور آوردم دوزیدم مثلا بابا چیکار کنه شوهرش میگه که شما مردکش سیده نه بوده که کار زباد کار داره میدونم در واقع چیگید میگه یه میدوزیده انا میخواد با 5 تا میگه اساسا کارش نادرستند با همون نادرستش با بدترین گناه آن گناه است که وقتی که آشکارا میکنن میگم فهمیدید گناه که خودش گناه هست با بدترین از وی بدترش اون است وقتی که آشکارا میکنن همه میدونن چیکار باید که سرش چیکار کنه محافظت کنه و مالای شوهرش محافظت کنه فقط قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماید که یکی گفته است لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها اگر من امر میفرمودم که یک کسی دیگر را سجده کند یعنی یک انسان دیگر را سجده کردن اجازه دهیم اگر همین خیلی میشد من میگفتم که نباشد زن باید که شوهرش سجده کند لیکن از بس که سجده برای کس کردن اجازه نیست من چیکار کردم گفتم که خیلی ممکن نبوده است معلوم میشه که چنان یعنی حق شوهر در پیش زن بلند است که حتی به همین درجه هم میرسد اگر اجازه میشد هم تو میگفتم من وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم میفرماد که اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت ان تجيء وقتی که مرد همسرش با جاگهش فریاد میکنه که برای چی برای خواب کردن برای خیز کردن نه فابت ان تجيء نمیرم میگود ما به کار خود مشغولم میگه که مهم نمیبیاد فبات غضبان عليها مرد بزنش در غضب خواب کند یعنی که دیگه چیکار میکنه داخل خوابش میبره که خوابی غضبش میبره که باید تعمیرش کرد بعد چی میشه لعنتها الملائکه حتى تصبح تا سحر چنین زنه فرشته ها لعنتش میکنه حدیث بخاری روایت کرده حدیث شوخی نیست نه و من حقوقه عليها و دیگر از حقوق مرد بالای زن از آن عبارت است که ان لا تعمل عملا يضيع عليه كمال الاستمتاع حتى ولو كان ذلك تطوعا بالعباده خب بله میفرماید که نباید که زن به یک کاری مشغول شود که فهمیدید کمال استمتاع از شوهرش ضایع میگرداند یعنی شوهرش به پرگی تامین کردن نمیتواند مثلا شوهرش میخواد که در نصف روزه خطیش خفت خیز کنه برای مثال بودیم شریعت هم خیلی انا مثلا بابا چیکار میکنن
زن به اجازه شوهرش روزه میگیرد. مردکان در کار هستن میگوید که من روزه دارم، میگوید مردک من به حال خودم میگوید. انامین چیکار کرده شده است؟ زنک یک عمل را به جا آورده شده است که یضیع علیه کمال الاستمتاع، با پره فایده بردن مرد ضایع شده شده است. حتی ولو کان ذلك تطوعا بعباده، گرچه انمی کاری کردگیش چی؟ یک عبادتی نافله هم باشد. معلوم است که اگر مبادا عبادتی فرضیه باشد دیگر زن حق دارد. چیکار کنه؟ مثلا روزی رمضان زنک طلب چی مرد طلب از زن اجازه نمیده، چون ماه رمضان نمیگه. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بنابر قول پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمود که لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه، حلال نیست برای زن روزه نافله گیرد حالانکه شوهرش حضور دارد، شوهرش هسته مگر به اجازتش. اگر با شوهرش باشد دیگر اجازه گرفته من. برای این بهتره برای زنایی که شوهرشون در سفر هستند، جای دور هستند، بهتر آن است که زن باید چی گیرد؟ روزه گیرد. چقدر که میتواند روزه گیرد خوبتر است. اما در حضور شوهرش بهترش آن است که به اجازه شوهرش روزه گیرد اگر موضوع گرفتنی باشد. ولا تأذن اینجا نصب میشه بس بمعنی ولا تأذن لأحد في بيته الا باذنه، یگان کس در خانه شوهرش به در آمدن اجازه ندهد مگر به اجازه شوهرش. کسی که میدراید حتی دوگانه‌اش فریاد میکند باید زنش چی اما زن چیکار کند؟ شوهرش آگاه کند که خانه زنها میبیان یا که خانه فلانی میبیاد، گفته آگاهش کند، چون که خانه شوهرشه. مثلا حديث صحيح البخاري. ولقد جعل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رضا الزوج عن زوجته من أسباب دخولها الجنة. خب حدیث باید ضعیف باشه. و واقعا پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رضاگی شوهر را یا که راضی شدن شوهر را از زنش از سبب‌های به جنت در آمدنش قرار داده است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم یکی از سبب‌های جنت به داخل شدنی یا که به جنت داخل شدنی زن این رضاگی شوهر بوده است. اینم سبب میشده است. فروى الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال، روایت میکنه از ام سلمه الله عز وجل باشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموده است أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة، کدام زنی که میرد در حالی که شوهرش از او راضی باشد به جنت داخل میشود. حدیث ترمذی روایتش کرده است، ابن ماجه و ضعفه الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ الألباني حديثه ضعيف گفته. نعم این من تخریج نگاه کردم حدیث این پیشم میدونستم که حدیث ضعیف است. مهم یعنی که به همین حق ششم که حق زوجین بود به اذن الله حق سبحانه و تعالی تمامش کردیم. از الله حق سبحانه و تعالی مسئله دارم که برای رعایت کردن این حقوق خودش یاردم و توفیق عطا بخشیده باشه برای هر کدوم. صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم.